салому дуруд ба ҳамаи нафароне ки моро ин соат тамошо доранд ва албатта шумо ба канали Пайки Суғд ҳамроҳ гардидед ва барномаи 1+4 тамошо доред. Азизони дилдида, мо қисмати дуввумини барномаро оғоз мекунем. Бо мо бимонед ва албатта лайкро пахш кунед азизони дилдида ва шарҳи худро нависед. Инак латифаи навбатӣ. اینک ما آغاز میکنیم دوستان عزیز و ارجمند، لیکن این برنامه ما برنامه در عرفه سال نو، یعنی که گوییم که در بیرون برف است عزیزان. ما در چایخانه مقیم حضور داریم و دفعه گذشته مهمان ما قهرمان جان یوروف، یکی از هنرمندان قامت بلندترین تئاتر صدیر خندین کمان بودند و امروز البته من خواستم که این برنامه رو با همدیگر تر سازیم، زیرا بعضیا نوشتند که در شهر برای چی دسترخوان یگان چی ندارد. دوستان دسترخوان همه چیز داشت، لیکن شما ندیده بودید دوستان. بنابراین آدمای نقص چیزهایی که بالای دسترخوان ما هست البته میبینند. واقعه اولین دوستان یک 5 نفر صاحبکاری ناو کیسه ناو پولدار شدگی در حمام دم گرفته شدند و حمام خودتان میدونید که تنها آبازی نیست، باز بیرون با یک چی گویم یک جای نشستن هست، همشون نشستگی بالای میز به دسترخوان بی نهایت خوشرو قرار داده شدگی، بعد در بین همشون تلفن های موبیلی خودشون پرتفته ماندن. ناخواست یک تلفن صدا میدهد، یک نفری آنها تلفن میگیرند، اله ده چی در کار جای پولا خودت میدونی که زنک چی گردنبند تلوی خریدنی چند پول؟ $6,000. آخر جای پولا خودت میدونی که چی یک بار بازار رفتم چی گوشادی دخترچه ما پالتو چند پول؟ $2,000. آخر گیر بایشم گیر خوب مرا یک $10,000 گیر هیچ گپ نی جوی پول خودت میدونی. گفته گویید تلفن کشته خاموش کرده بین بمونده. بچه های این تلفنی کی گفته است؟ خب عزیزان بسیاری ها میگویند که مثلا گریم یک آدمی اگر فربه باشد، اگر من خودم فربه حساب نمیکنم چون که من دوستان عزیز و ارجمند کمتر پم و پور هستیم با دوستان شوخی میکنم، لیکن نفران زیاد هستند که مثلا گریم برای چی شما فربه نمیشید، یعنی که روسیش به اصطلاح سیلا وولی میگن. شما بر دیگه باشید سیلا وولیتون رو فهمید. یک تا عرق با اوج آدم بوده است، یعنی بی عرق نمیتونستگی همون به اتش مصلحت دست کنی یک فهم چی سیلا وولی شما فهم چی خیره شما مالش گفته است. من همین رو سر کرده من همین سیلا وولی میفهمم. گفته بگید کارش همه وقت بیگاهی میپیاد، البته راه به مغازینچه مغازچه‌ای که عرق میفروشد همین همونجا همین بازور دندون به دندون مونده، طرفش با نگاه نکرده گذشته است. 17 قدم گذشته است. نه گذاشتم قندم زنم ندر آمده گذاشتم. ملدیس من اکو سال تجربه با قینتر میکنیم میدرامو نمیخرم. گفته گوید گشته با 17 قدم آمده مغازین بدن آمده من نه تو کنه نگاه کرد گیر دوگید عرق قوی ناو همین خیل بخیل عرق هم تو نگاه کرد هم تو نگاه کرد با سال قینتر کنم میخرم و نمونوش هم. گفته از شرط یک تنخه خرید از بید سمکش ماندگی خانش ماندگی عرقمو طوری بسود است همین خیلی از نگاه کرده نگاه میکنم و نمونش هم. گفته دو سه بار پیشش گذشته اکو سیلا ولیده اکو با قینتر میکنم تجربه یا همین استکان با میریزم و کشوده نمینوش هم. گفته است همین یک استکان پر کرده ریخته گوید هم تو مانده استکان هم مانده انا من چقدر بقوت بودی امانه استکان بریخته ننوشیدم. گفته هم تو ایستاده است هم تو. بعد یک 20 minut بیا همینه دهونم میریزم و قلت نمیتیم. گفته بگید هم تو گفته قل دهونش پیش راست آم پیش راست وای من دکم یک بار زنشم آمده کارم دیگه زنشم تخت پوشش به یک تزده هم با عرق خوری میگفت قل دو دستی و چیزه همین زنه گایکو همه کاربم خلال میرسونیده. ما از قوه همین سیلا والی ما فهمیدم بزنم آمده سر با همین خیلی موبایل ما میدارید و من همین زنه که با خوشم نیمم سیلا والی وایرون کار. دوستان مردی از کار می آید به خانهش و وقتی خوراکی شام است و زنش میگوید که زنک جان از همون یخدان پنیر بیار، دیلم پنیر جسته شده است. پنیر میدونید به اصطلاح سیر میگوییم که پنیر بیار
من خوندم که پنیر میده به فایدهش بود است انا باز رغبت با بیدار میکنه است مثلا میگیم گفته بیافته اون زنش من اون طرف پنیر تمام شد که خواننده پنیر نیست گفت نقص کی تمام شد خونی آدم ویران میکنه است وای دندانای ریشش عموما سست میکنه است نقص کی نیست گفتم من زنشم دادیش کدام گپتم باور کنم من گفتم اون دیگر گوش کن اما وقتی که سیر های خواننده یکم گپم باور کن وقتی که سیر نیست دویم گپم باور کن باز یک واقعه دیگر دوستان عزیز در عرفه سال نو یک نفر با ماشین رفته می ایستاد که کارمند بیدیا من کرده است گفت است بگاژ کشوید یعنی که بسیارتر قفاتونو کشوید میگن بگاژ میکشوید که 25 دانه کارد است است کارد قصابی کارمند دیگه هم پرسیدش برای چی این کارت ها این خلوت نیاروجه گفتم اون دیگر با آدم اکم میبخشید من سیرک با کار میکنم سیرک با من همین کاردو که جنگلی رو باید میکنم قرآن دار گفت است گایی باور نکرد کلی نشان تی چی کوچه با برامدگی یک کوچه کلان کارده گرفته 25 تا جنگلی رو باید که استاد اون طرف یک جگولی کتی مردک رول با یونش به زنش همین کارو منظره دید چیفت است زنک خیریت عرق پفتما امتحانی گایی روز بروز قینش سوز ببین اصلا گیریم اگر دوستان عزیز و ارجمند وقتی که به کارگاه رئیسی نو می آید کارمندان حرکت میکنند که در علیحدگی با رئیسی نو صحبت کنند اینک درباره معاونان یک لطیفه میگیم یک کارخانه به رئیسی نو میاد معاون اولین شده است یک خلوت جسته نزدیک اتاق کاری رئیس پر در آمده است خلاص رئیس جان یک شما که صحبت کنید مایلش میگفتم اون دیگر رئیس هم چفت است مایلش گوش کنید من 3 تا شرطم از شما و بعدا صحبت میکنیم اگر راضی باشید مایلش گپ زنید یکم شرطی من همین من ایقا تعریف و توصیف نمی کنید من گنده میبینم این کاره دویم شرطم یکم تا کارگر من با سیو نمی کنید من این کاره گنده میبینم سیوم شرطی من دروغ نمیگویید مرامت گذارید چی نید و حالانکه معاونم میبخشید دیگه گپم نیست رحمت سلامت باشید خب چطوری که من در آغاز گفتم در سال 2020 بودن آن نفرانی که خانه‌دار شدن یعنی که عائله خود را برپا نمودن لیکن من چیزی دیگر دوستان عزیز گفتنی هستم که رفته روان سین و سال خوشدامن و عمق‌پاچه‌ها بی‌نهایت جوان شده ایستاده است و یک واقعه دیگر در همین بابت و من خانه در کردم بعد پستی دارد بلندی دارد سیاهی دارد سفیدی دارد اوج دارد موج دارد لیکن امروز جوانایی که خانه دار شدند الان چیزها را با فکرم به خوبی درک نمی‌کنند خیلی به خوبی مثلا گیریم وهاب نصیحت کردن که زندگی همین خیلی میشد لیکن امروز نگاه کنید یک گپ دو شود تمام کلینچک امون یک سمکش گرفته چیزش گرفته راست خونی داداش به میاد یک کلینچک هم خیلی خونی داداش به اومده است در اون تمام دادم من دیگه نمیرم اونجا من وقتی زندگی نمیکنم و هم معقول تمام و سلام بوام کنی گفتم بوات قا کره خونی بواش به براف گفته است نبینید حیات ببین از همه دردی زور کدام درد است یعنی ممکن است که 35% مردم گویند که دردی دندان اینک دوستان عزیز و ارجمند یک لطیفه درباره دندان گپ می‌زنیم عزیزان موی سفید و کمپیر یعنی که پیرزن و شوهرشون موی سفید با دکتری دندان اومدن اگر حساب کنه برای مگر کمپیران 4 تا دندان موندگی موی سفیدان 3 تا خلاص کمپیر می‌دارند تبابت کردن دندانشون برام دیدن درآید اکو شما درآید موی سفیدام در آمدگی با وقتی در آمدگی موی سفیدان کمپیر پولی منم شما تید و کاری دکتر گفت از موی سفید در آمدن 3 تا دندان دار از اونجا میبرن که 1 تا دندان این کمپیر حیران یک تاش در کردم بود 14 تاش کندید گفتم اون من پولی تو هم حساب کردم پولی من حساب کردم من پول دادم که مایدم نیست گفت من گفتم اینش هم کنم ما رفتیم خانه با و همین خیلی هم میشد یک زن شوهرش گم کرد دوگانش که خطی ملیسه خانه با اومدگی السلام علیکم ملیسه و علیکم سلام خواهر جان گپ زنید شوم گم چخیل گم همین خیلی 4 روز پیش برونده برفت دیگه نامده است نشانه هایش که ماند قدش بلند قامت بلند افتش خودی بریت پیت بوین انا گویم اگر موهاش همین خیلی یک چی گویم یک طرف بوای کتفاش بی‌نهایت بزرگی عظیم جسم انا این بدنش شوارزنگر باین گفتم دوگانش هم یوا جین میتونی خیلی شوید این خیلی نیکو گفتم خبشین یگان تا یافته میداد دگیسی
خلاص دوستان عزیز و ارجمند معرکه تنظیم رفته شده است و تویها باید که تنظیم کرده شوند 40 نفره شدگی اکنون سلام ممکن نیست لیکن بعضی جاها به سلام کرده شدن 4 نفر از طرف عروس 4 نفر از طرف داماد همین خیلی معرکه سلام رفته شده است یک بار چراغ خاموش شده است اکنون همین خیلی لازم کمتر تعمیر رفته است گفته است نمیدونم من چراغ خاموش شده است بعد نیم ساعت چراغ یک بار گیران شده است گیران میشد که داماد توری هم سیه که نزدیک یلی بامده سویر کرما چیزیه سویت بردگینه بویسا کرام کو گفتم اونا گلینم این وای شما بودید می کلینچک ناو خانه‌دار شدگی تلفن صحبتش با مادرش بابا جان من اینا با خوراک پختم ابید با نخوردن چا کنم که این خوراک گفتم من بابا شاوای طرف هیچی نه بالاش پشتمون بیگانه میخورد عزیزان راستی بگذار اون نفرانی که تا حال خانه‌دار نشدن خانه‌دار شوند میگوییم لیکن برای پسردار میگن بسیاری ها میگن که برای پسردار آسان است یگان در همین لغت کرد زده درام دام میگیره لیکن دختردار همون لغتی در انتظار میشد که کی می بیاد گفته روزی قینده اینا برای من یک واقعه میگویم درباره همین دختر براریم یک مرد 3 دختر داشته 3 دختر هر سهش مثلا میگیم کلانیش انا 37 با باینانگیش 30 و از همه خوردیاشون 27 با خلاصی گپ یکم خوزه نیست زابچی نیست خلاص مردک چیکار کرد زمانه که هم قدم میشم گفته ریکلام کرد خیلی کسی که دخترای من خانه‌دار شود پول تحفه خوردیش گرفتگی با $10,000 میانگیش گرفتگی با $25,000 از همه کلانش گرفتگی به $30,000 تحفه گفته مونده است شرط رکلامه سر میتیاد که دوستان یک کمین آدمی آمدگی یک بچه بود است شرط داره شده اما السلام علیکم رکلامش ما دادید می من بچه‌ام دارید گفته مونده اما جا میبخشید همون 37 سالتون با کلامترشون هم هایمی به ناگاه پرسیدن های بچ نیده میبخشید همین سالهای 2000 دو همسایه قزاقستان برفته ساختمان به کار کردی دو همسایه این کاری شدگی در رفیقا خلاصی گپ خیلی مردم رو میدونید پیشش تا 8 سال مهاجرت میگرده خیلی مردک ده کار کردن روزی یک شنبه خانه یک همین یارم برای میگفته خانه قزاق زنه که یافتی هم تا همونجا رفت یعنی صحبت کردن نوشیدن ایسو خلاصی گفت باید قزاق زنه کنه شوهرش هم نی فرزندش هم نی خیلی که همون روز رس ها ناز گذشته است هر دو اینها از قزاقستان آمدگی همین سال 2018 بید این همسایه خانی و همسایه با تخت کرد تاجیکستان هنده ها آشنا بیا گفته من یادت هنده همین قزاقستان رفتگی ها ما گفته است ها آشنا تینجی می یک تا خانی قزاق زنک ما رفته بودیم یادت هنده همین گفت فهمیدی یادم هنده های تو همه پیشش با در اومدی مشمش میش نامی من کتی آدرسی من دادگی بودی تو بای با گفتم من میبخشی آشنا خیلی قزیقی کرده بودم شویقی کرده بودم خیلی گذشتگی کار کن گذشته با سلوه بوده کن بیا همه های یاد نکنیم کسی تینجی میکی گفتم من تو آشنا نامی منو خانی منو وای زنه که قزاق ما داده جدول نقص کردی گفته ایه چقدر هوای زنک وفات کرده است هیچ کسش نیه دین من با ادوکاتش تلفن کرده یوریستش حکا جان اینجا به میراث خور به نام شما که آدرس شما تاجیکستان استوده است 3 تا کوارتیر همون سنتری آلماتا 2 تا آستانه سانی $100,000 پول شویتسارسکی بانک انده همون امضا کرده گیرید گفت رحمت با آشنا گفته است برای همین میگن که دوستان عزیز کار خودتون نام خودتون کتی کار کنید بهتر دی بعضی ها مثلا گیریم نگاه میکنیم در اینترنت هر خیلی نامو کتی میبرند هر چی مینویسند من گفتنی هستم که مردم کسی است که نامی خودش کتی برآمده نویسد باز بهتر میشود مثلا گیریم بهریدین علامت شر نداره بهریدین باشی بهریدین نویس مثلا گیریم نظامیدین باشی نظامیدین نویس برای چی ما به اینجا به تو مثلا گیریم неважно кто я این چه خیلی نامی неважно кто я این نام تو با کی موندگی بواد موندگی می داد موندگی می یا آمد موندگی می неважно кто я
یا اینکه مثلا گیریم عموما در شبکه‌های اینترنتی ما امروز می‌بینیم که بسیار نامگذاری‌ها مثلا گیریم همین خیال لینک سویتاچک مودیان یختشون لینک سویتاچک یا درآمده بینم چی نو کی گفتم همین درآمدم تاچ نه کاکتوس گوید لینک سویتاچک آخر وای تو بگرم میبخشید کم کم شوخی میکنیم لیکن به هر حال عزیزان دلو دیدم خوب میشد که مثلا گیریم بسیاری‌ها هستن که بهادر اسلامزاده فلان فلان می‌نویسن خیلی بینیم نه مثلا گیریم ولی مثلا گیریم عبدالحلیم فلان چی هر نه همین کارا به فکرم همون نفرایی که در دیگر خارجه هستن همونها می‌نویسن چون که اونجا به گرد و اطراف همه نامو دیگر خیلی کو سکین است سیب دیگر رنگ میگیرد خیلی به هر حال ما دوام میدیم این دوستان از ارجمند من گفتنی هستم که در این روزها در بیرون برف است برفی سفید است البته بعضی عاشقان اگر دردشون آمدی فصل بهار بخپد بعضی برف دیده میخپد یک عاشق بی نهایت عاشق همین بامی کلاش همین شمالونده گرفته رفتگی تلفن گرفته است تلفنی رقم‌های دختره گرفتگی تلفن کرده اگه عاشق که شدی گپزنی ها میخواد میشه سلام بلبلکم سنجابکم شما در کجا همدونچه‌ی بسیار چقانکم خیرسکچه‌ی ملایمکم تو در کجایی گفتم اونات شده اول طرف آواز آمده است آوازی مردانه این بچه هم یک خط پریده میبخشید شما کی گفتم اونات من دیرکتوری همین زو مگزین بچم دادای زلخمار من تنجیمی گفته است این لطیفه بود برای عاشقان دوستان عزیز و ارجمند و عموما اگر گیریم اگر امروز نگاه کنیم اگر دوستان البته هر یک کاری ما هر یک حرکتی ما خودش یک انکدوت است یک لطیفه است برخی از شما میگویید که من نویسم شما همون لطیفه گویتون ما البته طرفدار هستیم دوستان شما میتونید در پایان ویدیوی ما شرح با صفت شرح یگان لطیفه ای که شما میدونید و یگان کس نمیدوند آن رو نوشته باشید ما البته در سال نو در برنامه سال نوی البته ما استفاده خواهیم کرد عزیزان ما نیت داریم در سال نو با همراهی شمایان با همراهی کانال پایکی سوخت یک افیری مستقیم کرده باشیم گمان میکنم که نفران زیاد این افیری ما را منتظر میشوند و ناگفته نمانیم که دوستان انا آن روز شما میتونید باز مستقیما لطیفه های خود را بهر تماشابین پیشکش نموده باشید خب ادامه میدیم نباشد عزیزان خدا نگاه دارد این کارا یک زن 3 دخترش که از شوهرش مونده است خلاص شوهر وفات کرده است 3 دختر و مادر خواستیان که دختری کلانی شده است که بیایتون رسمی دادم گرفته صورتگیر خانه به میبریم یک رمکه به میگیریم برای خاطره تو غریبه زده میمونیم صورتی کلانی دادم گفته صورتگیر خانه به میبیان وقتی آمدن صورتگیرم چی گفته است خدمت خاله جان گفتم من 3 دختر جای من بووا به گاو سوسته ما میخواهیم که صورتی دادم کلام کنید و همین رمکه به گرفته تید پولتون چند پول باشد ما میتیم زنک چی گفته است یک وقت خواهش من خدا رحمتی مرده که من بینید خواه سرشونه تاقشونه همین من میخوام که همین تاقشونه گرفته پرتایید سریلو چیستن گفتم اونا تو صورت گیرم مالش اپا جان مالش این خواهشتونه میکنیم و کس گذاشته بود یعنی هیچ گرم نیم لیکن میگفتید که مویسرشون چخیل بود گفتم اونا دختری کلانی در رفت همونجا به قشونه جنگی لموه بودن زق مویشون سیاه بود گفتم اونا خواری دیم این خیلی نبود جین نمیتو تو مویشون راست بود راستی پهمو پریشان بود احمد خوردیش جیمشین هر دو مویشون من شما میگم مویشون زرچی سیخ با این راست میایستاد گفتم مادر هر 3 جیمیست صورتگیر رو که همون تو پیشانه گرید خودش معلوم میشه دوستان یک خانه با زیافت رفته است آدمی مردمی زیاد نشسته زیافت خوری یک نفر دانا پیدا شد ببینید خودشون تعریف کردن او باور کنید خاطراتم گنده زور من خاطراتم که 100 ساله کاری آدم میایستاده همین 100 ساله کاری که گفته میتونم خاطرم گنده زور یک چیز کلام بگیرم که این خاطرم نمیبرد اگر یک آدم اون طرف میبخشید خاطرتان نبرد اگر قرضی ما دادگی از خاطرتان برآمد گفتم این هم دانا بود است با گوش کنید که همین پولیش ما دادگی من کلام بگفتگی نیکو کیسه هم بگفتگی او کام بگردم از همه یک واقعه عجایبی کوتاه سرتراش از خوابش ترسیده خست است زنش پرسید از تیم جیمی استاد چون خود یک بار خستید پیش خیلی نبودید گفتم نه من خواب دیدم که 1 ساعت کلینت به گاو زدیم ثانی فهمم کلینت کار
جوانی که شهر می داشته است، یک دختر به دلش گفتم شهر می داشته است، سرخ و سفید می شده است، خواست است که تلفن کتی چی کند، تلفن کرده است، میخواد رقم های گرفته است. الو به دختر کام الو مش من از بینم الو گفتم ما میرسید مالش میرسیم شما کی گفت از دختر کام. عزیزان دلو دیدم راستی امروز ما در عرفه سال نو گفتیم قرار داریم و البته خواستیم که بهر شمایان عزیز بهر آن نفرانی که هواداری این برنامه هستند مخلصی کانال پایک سوخت هستند کمی باشد هم یک فرصتی رو دریابید و ما رو تماشا کنید و طبیعی نازکی خیش را بالیده سازید. عزیزان رسیدیم به فرجام برنامه امروز. به همه شما خانه آبادی خاطر جمعی و نگفته نمانیم که عزیزان دل دیده شما میتونید لایک را پخش کنید، شما میتونید دیسلایک را پخش کنید، لیکن خوب میشد وریانت اولین رو شما پخش میکردید و در پایان ویدیوی ما شرح خود را میماندید. عزیزان خودتون احتیاط کنید، صحت سلامت باشید، در لبانتون خنده باشد. خیر این بود برنامه یک پلات چای امروزه ما. خیر عزیزان.